رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محمد باقری روز 16 مای با یک هیئت بلندپایه نظامی کشورش وارد پایتخت تاجیکستان شد. در فرودگاه دوشنبه سرلشکر باقری را معاون اول وزیر مدافع و سردار ستاد کل قوه‌های مسلح تاجیکستان جنرال امامعلی صابرزاده استقبال گرفته است. جانب تاجیکستان تا کنون سفر سرلشکر بلندپایه ایران را شرح نداده است، ولی رسانه‌های رسمی ایران نوشتند که محمد باقری در دوشنبه جریان اجرای توافقات حاصل شده در اولین نشست کمیسیه همکاری‌های نظامی ایران و تاجیکستان و همچنین راه‌های توسعه بیشتر همکاری‌های نظامی دو کشور بررسی می‌کند. در سال‌های آخر سرلشکر باقری بلندپایه‌ترین مقام عربی ایران است که از تاجیکستان بازدید می‌کند. روابط دوشنبه و تهران در سال‌های آخر مرحله پرتنش را پس سر می‌کند. دوشنبه جمهوری اسلامی را به آن ابدار می‌کند که با مخالفین اسلامی تاجیک پناهگاه داده آنها را سرمایه گذاری می‌کند. تاجیکستان به این دلیل حتی مانع به عضویت سازمان همکاری شانگهای پذیرفتن نامزدی ایران شد. مقامات ایران کمکشان به حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را رد کرده به نوبت خود از تاجیکستان طلب دارند که بیش از 2 میلیارد یوروی پنهان کرده میلیاردر ایرانی بابک زنجانی را برگرداند. زنجانی که در ایران برای فساد به قتل محکوم شده است در دادگاه گفت که سرمایه‌هایش را در تاجیکستان گذاشته است، ولی دوشنبه این را رد می‌کند. و اما سفر سردار ستاد کل ارتش ایران به دوشنبه در حالی است که در افغانستان کشور جنگ زده هم با ایران و هم با تاجیکستان هم مرز حرکت تندرو طالبان به قدرت رسیده. در آن کشور جنگجویان حرکت تندرو داعش جو پیدا کردند. در پی ماه آگوست سال 2021 دوباره به قدرت در افغانستان دست یافتن طالبان، تاجیکستان رژیم نو این گروه تندرو را نپذیرفت و با حمایت آشکارا از جبهه مقاومت ملی افغانستان برابری احمد مسعود پسر احمدشاه مسعود به ضد رژیم نو طالبان می جنگد. طلب کرد که تا طالبان در حکومت خود به تاجیکای افغانستان جایگاه شایسته جدا کنند. طالبان این طلب را قبول نکردند. به این دلیل دوشنبه چند وقت باز تلاش دارد تا متفقان قبلی ائتلاف شمالی را به پشتیبانی از جبهه تحت رهبری احمد مسعود موئل کند، ولی تا حال به نتیجه. روسیه از اول به قدرت رسیدن طالبان را همچون پیروزی آنها بر امریکا و غرب استقبال کرد و تلاش داشت که با حکمان نو افغانستان تماس برقرار کند. در اطلاق جنگ اوکراین در ماندن روسیه این کشور را از هر نوع دغدغه دخالت در قضیه افغانستان دست کوتاه کرده است و چنین به نظر می رسد که تنها خواست مسکو حالا زبان یافتن با طالبان و در جریان جنگ اوکراین امین نگاه داشتن عقیبگاه خود از این سمت است. قرار معلوم در روسیه ترس دارند که برخی قدرت‌های دیگر می توانند از سمت افغانستان خط دوم جبهه کشاده برای روسیه خلل ایجاد کنند و از جمله مانع استفاده نیروهای پایگاه 201 که حالا یک بخش اعظمش را از تاجیکستان به اوکراین پرتافته است شوند. ایران نیز در آغاز نسبت به رژیم نو طالبان موقع حسن نیت را انتخاب کرد، چون که قبلا با آنکه شاهد خروج نیروهای امریکا و غرب از یک کشور همسایه شد خوشنود بود، ولی تهران سپس از برخی از شخصیت‌های ضد طالبان از جمله به والی سابق ایران اسماعیل خان در قلمروش پناه داد و به احمد مسعود هم امکان داد که با بهانه بازدید اهل خانواده‌اش زود به ایران رفت کند. همین طور ایران حتی ملاقات روبروی وزیر خارجه طالبان امین خان متقی را در قلمروش با یک عده شخصیت‌های مخالف رژیم نو طالبان تشکیل کرد. با احتمال غالب در مذاکره‌های باقری در دوشنبه این موضوع مطرح خواهد شد.